بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که همه بچه ها خوب باشن. یه سوال خیلی جالب به دستم رسیده و بچه ها انجام دادن. اتفاقا همین امروز من مطلب در کانال ها و پیجام گذاشتم. همین امروز هم اتفاقا سوال کرد. مشخصه که بسیار فرهیخته و آدم حواس جمعیه. یعنی همین الان سوالشو کرد، یعنی همین الان اتفاقا امروز من گذاشتم در کانال. هرچند در رابطه با مطالبی که من میگم سوالات بسیار زیادی میشه انجام داد، ولی خب به قول معروف مجوزشو میذارم دست خود بچه ها که در کانال ها و پیجام هستن که اصطلاحاً فعال باشن، بپرسن. از من چیزی کس نمیشه که در هر حال خودم رو مسئول میدونم جواب بدم. به هر حال تعریف نمی کنم، علمشو دارم و من باید جواب بدم. اصطلاحاً این دانش رو من زکاتشو بدم، حداقل جواب چند نفر رو بدم. دقیقا فرمود. من به خاطر همین دارم در واقع توی جای مختلف دارم کار میکنم و دارم توی این پیج و کانال ها مطلب میذارم. به خاطر همینه، وگرنه من به اندازه کافی درآمدم میرسه. 4 سال مداوم من هیچ درآمدی نداشتم ولی باز زندگیم چرخید. دقیق فرمودیم. بس بنابراین نیاز مالی ندارم به هیچ وجه. حالا فقط میگم یه نوع عشق به یاد دادن، یادگیری خودم. به هر حال منظورم اینه. حالا به هر حال خودتون آخرش متوجه شده. این دوستمون سوالی کردن در رابطه با ملک. دقت فرمودین و گفتن که این ملک که شما میفرمایین که مثلا خرید نکنیم فلان نکنیم، منظورتون چیه؟ یا مثلا به چه شکل باید، آیا میتونیم بخریم نمیتونیم بخریم؟ این یه مقدار شفافتر توضیح بدین. چون من عادتم دارم بهتون میگم لابلای کلمات اصلا بعضی موقع مثلا مطالب طوری میگم که سوال برانگیز باشه، نه اینکه مثل آدم های خام فقط آدم گوش کنه و نره تو عمق مطلب. ببینید از سال بعد هرچند همین الانشم، چون میگم در واقع همین 3 سال گذشتم اینطوری بودی، روندش آرام آرام شروع شد، ولی 3 سال بعد اصلشه. یعنی سال بعد، سال پسون بعد و سال پسون بعدش، یعنی 3 سال مداوم. اتفاقا سال پسون بعدش که دومیش هست شدیدترین حالتشه. شدیدترین حالت مشکل مسکنه. یعنی ما مشکل مسکن خواهیم داشت که اصلا انگاری مرده. مسکن هیچ خرید و فروشی نیست، حتی مستاجر هم نیست، که آثارش همین امسال با بیرون ریختن دوستان افغانی این کار انجام دادن. یعنی الان خیلی جا هست حتی از آشناهای خود من که حتی مستاجر پیدا نمی‌کنن بذارن و بماند اینکه بحث خرید و فروش اصلا داره میخوابه و بیشتر هم خواهد خوابید. از این به بعد بیشتر هم خواهد خوابید. موضوع اینجاست که این دو حالت داره، خرید و فروش. دوستمون خواسته که توضیح بدم اینها رو. خرید و فروش، ببینید دوستانی که میخوام بفروشم واضح‌تر یه مقدار بگم که سرمایه‌اش یه دونه خونه هست این نفروشه، مگر اینکه مبلغی داشته باشه که اصطلاحاً روش بذاره یا جاشو میخواد به ناچار میخواد عوض کنه. به هر حال یعنی در مقابل خونه نخری باختی. دارم بهت میگم به هر حال افت تو کردی. مطلب بعدی اینه که خرید آسون تره، یعنی به خاطر اینکه بفروشی ضرر میکنی. چون خرید و فروش داریم تا 3 سال دیگه اون اصطلاحاً فروش فوق العاده میاد بالا و خرید خیلی خوبه. یعنی اصلا هیچ خرید و فروشی نیست، پس خرید خوبه. دقت فرمودین؟ در واقع قیمت املاک و زمین ها میاد پایین. پس اگر تا میخوایم بخریم میتونیم بخریم، اما میخوایم بفروشیم من میگم نفروشین، چون قیمت میخواد بیاد پایین. حالا بماند اینکه تو این 3 سالی که وجود داره مشکلات مسکن به وجود میاد. حالا اینا رو من نگفتم به خاطر اینکه سوال بشه میگم، ولی حالا الان اینجا میگم
یعنی در واقع مکر و حیله مسکن بالا میره، یعنی کلاهبرداری، به اصطلاح کلاهبرداری میشه. یادم از چند سال قبل که البته چند سال که میگیم یه موقع بیشتره، شاید مال 17-18 سال قبل باشه، یه موردی بود که اتفاقا جایگاه مسکن اصلا مناسب نبود. دوستان زنگ زدن گفتم تو کویت من میل خریدم وضعیت اینجوریه، به هر حال یعنی پولشو بالا کشیده بودن. بعد هرچند پیش فروش مثلا کرده بود، اینها پیش خرید کرده بود، ولی به هر حال از یه جای معتبرم، ولی اصطلاحا زیرش زده بودم. به هر حال من بررسی کردم، بهشون گفتم آقا شما فعلا الان به دردسر افتادیم، ولی ظرف 1 سال آینده از این مسئله در میایین. دقت فرمودین؟ یعنی اون مسائل رد میشه و دیگه اوضاع احوال خوب میشه. مثل این میمونه که هوا خراب باشه، ولی کسی که هواشناس باشه میگه آقا پشتش مثلا ابر نیست، آروم آروم هوا خوب میشه. دقیقا نجوم هم همینطوریه. یعنی خیلی از مسائل رو حتی میشه با حرف و صبوری طرف حل و فصلش کرد. حتی دعواهای خانوادگی خیلی شدید من داشتم مراجعه کننده که حتی من گفتم آقا مثلا عروستون لطفا ول کنید، مثلا 1 سال یا 2 سال دیگه جایگاه آروم میشه، یعنی از اون دنده چپ مثلا بلند شده دیگه میخوابه اصطلاحاً. و باور کنید همینطوری شد. یعنی خود مثلا اون دختر خانم اصلا خونه پدر مادرشو گذاشت و برگشت سر خونه زندگیش به همین راحتی. خیلی از جاها رو حتی نیاز به دعا نیست، فلان نیست، طالع شناسی اصطلاحا نجوم بلد باشی خیلی راحت میشه حل و فصلش کرد. خیلی از مسائل رو خدمت شما عرض بشه. بنابراین در خرید راحت باشین، یعنی 3 سال تمام میتونین بخرین. حالا به هر شکلی که هستی در خرید آزادین، چون ارزان میشه، چون مناسب میشه. دقت فرمودین؟ پس ولی در فروش بستگی داره شما چه جور آدمی باشین، کی باشین، چه وضعیت مالی داشته باشین. به هر حال اگه مراقب نباشین آسیب میبینین. دقت فرمودین؟ این از این انشالله که در واقع به دردتون بخوره و مناسب باشه براتون. انشالله که به قول معروف در راه های درست قرار بگیریم و سوال کنین. حتما در واقع کامنت بذارین و لایک کنین. یادتون نره به علت اینکه نه به خاطر خودم، چون خدمتتون عرض کردم نیاز مالی اصلا ندارم. من اصلا کلا تو بحث‌های مالی یوتیوب و فلان و خیلی چیزای دیگه اصلا نیستم. من مال این حرفا نیستم. فقط موضوع اینه که دست مردم برسه. دقت فرمودین؟ منی که دارم زحمت میکشم بذار ببینن. دقت فرمودین؟ پس بنابراین لطفا لایک، کامنت هر جلسه بذارین و دیگه عادت کنین. چون اگه اینجوری پیش بره واقعا دارم عرض میکنم اصلا یعنی فوقش یه مدتی صبوری کنم. اگه خیلی اینجوری باشه اصلا کلا نزدیک دیگه عید بشه کلا میذارم کنار، هیچ دیگه اصلا دیگه صحبت نمی کنم، کار خودم میکنم. من از چندین جا درآمد دارم، کارهای مختلف بلدم و زمین دارم و خیلی چیزهای دیگه. این که اصلا نیاز مالی ندارم. باور کنید یه نوع عشق و انشالله که شما هم از اون ور این عشق 2 طرفه باشه، محبت 2 طرفه باشه. محبت کنین و کامنت بذارین، لایک کنین که به دست دیگران برسه. لایکاتون مثلا کامنتاتون سعی کنید انگلیسی باشه که اصطلاحاً کانال و پیج بچرخه. دقت فرمودین؟ و اسباب رشدش بشین. ممنونم. انشالله که همیشه سعی و سلامت باشی. یا علی.